پس از ماه‌ها گمانه‌زنی آمریکا در حمله برق‌آسا به ونزوئلا، نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور رو به همراه همسرش دستگیر کرد. بنابر اعلام پنباندی دادستان کل آمریکا، این دو نفر به زودی در خاک آمریکا با نهایت خشم عدالت این کشور روبرو میشن. به گزارش اسوسییتد پرس، کل عملیات آمریکا در ونزوئلا بیش از 30 دقیقه هم طول نکشیده. شبکه CNN هم خبر داد نیکولاس مادورو و همسرش نیمه شب و در حالی که خواب بودن از اتاق خوابشون بیرون کشیده شدند. بامداد امروز بود که CBS نیوز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به اهدافی در داخل ونزوئلا از جمله تأسیسات نظامی رو صادر کرده. همزمان با اون حمله، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد تمامی هواپیماهای آمریکایی از پرواز در تمام ارتفاعات حریم هوایی ونزوئلا منع شدند. این ممنوعیت از طریق صدور 4 اطلاعیه رسمی پرواز یا نوتام صادر شد. تصاویر سایت فلایت رادار هم به وضوح حاکی از این بود که در لحظه تهاجم آمریکا آسمان ونزوئلا کاملا خالی شده بود. و شاید بشه گفت به فاصله بسیار کوتاهی پس از شنیده شدن صدای انفجارها در ونزوئلا، چندین فروند هلیکوپتر بر فراز شهر کاراکاس به پرواز در اومدن. منتها اونچه در بین اونا نظر بیشتر جلب کرد 2 فروند هلیکوپتر 2 ملخه شینوک بود، از این جهت که ارتش ونزوئلا چنین هلیکوپترهایی در اختیار نداره. البته ترامپ بعداً گفت که 1 هفته پیش با مادورو صحبت کرده و به او گفته بود که باید تسلیم بشه و دست از مقامات برداره. همزمان لینسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، هشدار داد که رهبران کوبا، ایران هم باید به شدت نگران باشن و گفت اگر من رهبر ایران بودم همین حالا برای دعا به مسجد میرفتم.